بیایید به دانشگاه کابل برویم، خاطره ها را ثبت کنیم. دانشگاه کابل در سال 1311 در زمان پادشاهی نادرخان تأسیس شد که بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه در افغانستان می باشد. مساحت این دانشگاه 1890 متر مربع بوده، دارای 22 دانشکده یا پانزه می باشد. در این 22 دانشکده 25000 محصل مصروفی آموختن، 850 استاد مصروف تدریس می باشد. بودجه این دانشگاه سالانه 500 میلیون افغانی می باشد. 93 سال می شود که این نهاد آموزشی در افغانستان فعالیت دارد. دانشگاه کابل در دور نخست رقابت‌های بنیاد هول پرایز در سال 1397 در بین 1500 دانشگاه جهان در گروهی 20 بهترین دانشگاه جهان قرار گرفت. در سال 1394 وارد این دانشگاه شدم. در رشته ژورنالیسم وارد دانشکده ارتباطات و خبرنگاری. در طول 4 سال خاطره‌های زیادی از این مکان آموزشی برایم جذب شد. روز اول که وارد این نهاد آموزشی شدم، از آب و هوای آن مکان خیلی لذت می بردم. هر روز نسبت به روز قبل برایم جذابتر می شد. دوستان جدیدی پیدا می کردم. هر روز صبح را با یک امیدی آغاز می کردم. می رفتیم با دوستان همسنفان، می گفتیم، بحث می کردیم، می آموختیم، می خندیدیم. هزاره، ازبک، تاجیک، پشتون نمی گفتیم. همه با هم دوست بودیم. ثانیه ها برای ما ارزش داشت. با هم قصه می کردیم. دانشگاه کابل از نگاه امکانات آموزشی چیزی کمی نداشت. دارای 2 لیلیه بزرگی است، یکی برای دخترها، یکی برای پسرها. در لیلیه با دوستان تاجیک، پشتون، ازبک یک جا بودیم. در یک اتاق شبها با هم درس می خواندیم، گفتگو می کردیم، به مذهب و عنعنات همدیگر احترام داشتیم. مثل یک خانواده در یک اتاق با هم خیلی راحت بودیم. 4 سال انگار چند روزی برای ما گذشت. کم کم به آخرای سال 4 می رسیدیم. دوستا تلاش می کرد، خوشحال بود، می گفت جشن فراغت بگیریم. جشن فراغت گرفتیم. علی زرقام مجلس ما را رنگین کرد. صدایش را با هم می شنویم. شاور شهر ما میگرده گلبری، لبلبی دریا میگرده گلبری، آرده بلباریش باری و برمونه، تو پروا میگرده گلبری. شاور شهر ما میگرده گلبری، لبلبی دریا میگرده گلبری، آرده بلباریش باری و برمونه، تو پروا میگرده گلبری.
ایشان را دعوت کردیم. میله ما تمام شد. تالار بیرون آمدیم. دانشجویان فارغ شده را فامیل هایشان با گول و کتاب و تحفه های کم و زیاد همراهی می کرد. خوش بودیم، می خندیدیم، سمی کردیم تا آن زمانی که به خداحافظی رسیدیم.